بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارش. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. آیا ایشان چشم برای آنند که خداوند و فرشتگان در سایه‌های از ابر پیششان بیایند؟ کار تمام شده است و همه امور به سوی خدا بازگردانیده می شود. سل بنی اسرائیل کم آتیناهم من آیة بینة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شدید العقاب. از بنی اسرائیل بپرس چی نشانه‌های روشنی به ایشان دادیم و کسی که نعمت خدا را بعد از آن که به او رسیده تبدیل کند، یعنی از آن برای نادرستی کار گیرد، حقا که خداوند در عقوبت خود شدید است. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. زندگانی دنیا برای کافران زیبا جلوه داده شده است و ایشان به مسلمانان تمسخر می کنند، ولی پرهیزگاران در روز قیامت در مقامی بالاتر از ایشان قرار دارند و خداوند هر که را بخواهد روزی بیشمار می دهد.